آقا 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم، تصمیم گرفتیم پیاده بریم، از کوچه پس کوچه هم داریم میندازیم بریم که روزمون رو از دست ندیم. امیدوارم فقط بریم. تا حالا توری اومدی، در واقع تور سینمایی تا حالا اومدی، توری که کل هدفش این باشه که برید یه فیلم ببینید، حالا نه یه فیلم، 2 تا 3 تا فرق نداره. اگه تا حالا چنین توری نرفتید با من همراه باشین، بریم ببینیم چه جوری میشه. خب اونایی که کانال تلگرام منو دارن میدونن که من چند روز پیش یه نظرسنجی گذاشتم، گفتم اگه بیش از 3000 نفر تو نظرسنجی شرکت کنن میرم اوپنهایمر رو باربی رو میبینم. 2-3 روز گذشت، تعداد شرکت کننده از 4000 تا هم زد بالا. بالاخره البعد وفا ما بریم اوپنهایمر باربی رو ببینیم. اگه میشن ایمپاسیبل هم بود اونم میبینیم، چیز دیگه هم بود اونم میبینیم. 15 ساعت من نخوابیدم. دلیلش هم اینه که خب اکثرا شب فیلم میبینم، طرفای ساعت 3 و 4 صبح میخوابم، ولی پرواز ساعت 8:45 بود. ما 3 ساعت قبل فرودگاه می بودیم، 5:45 دیگه اصلا کلا نخوابیدم و الان 15-16 ساعت نخوابیدم. اومدم اینجا دراز بکشم، دیدم مردم دراز کشیدن رو صندلیایی که واسه یه آدمایی که خستن میخوام بخوابن، ولی نشستن دارم با گوشیاشون کار میکنن. خیلی لطف دارم و الان تنها گزینه‌ای که واسم مونده اینه که رو همین صندلی اصلی دراز بکشم ببینم میتونم بخوابم یا نه، موفق میشم یا نه. من هیچ وقت نتونستم تو حالت اتوبوس، تو هواپیما، کلا رو حالت نشسته و اینا نمیتونم بخوابم، ولی نیاز دارم که الان بخوابم. امیدوارم که موفق شم، وگرنه روز اولم نابود میشه. خب ساعت 12:30 وقت ترکیه است و ما چندین کیلومتر به دیدن مارگو رابی رو پرده بزرگ سینما نزدیکتر شدیم. خب یه اتفاق عجیب افتاد. اونجا که پاسپورت رو کنترل میکنن کشیدن کنار، اینا گفتن که پاسپورت چیزه نمیشه اسکن کنی. ما نمیدونم مشکل چی بود، چون خیلی انگلیسی هم حرف نمیزنن. فقط گفتش که نیو پاسپورت، گفتم آره، ولی یه 10 دقیقه 5 دقیقه نگه داشتن این عکس رو نگاه میکردن، این چه همون عکس منه. این خلاصه که حالا اگه ما رو گرفتن دیگه یس بالاخره این 12:30 پرواز نشست. الان ساعت 5:05 است. 5 ساعت الاف بودیم، بالاخره رسیدیم و دقیقا من 23 ساعته که نخوابیدم و دارم میمیرم. باید با دیدن تخت ها الان دارم وسوسه میشم بی خیال فیلم و ایناشم بگیرم بخوابم. Or maybe it was because she was so tired because she went to bed. یه توضیح بدم درباره کلا اتاق. همونطور که میبینید یه هتل فوق‌العاده متوسط 2 ستاره است و ببین اینجوری بود. بهتون توضیح بدم، رفتم دیدم ارزون ترین چیزی که میتونم پیدا کنم بین ارزونای 10 تایی بود. رفتم گوگل ریویو ها رو خوندم، booking.com باز ریویو هاشو خوندم. این هتل از بقیه نمرش بالاتر بود، ولی خب همونطور که میبینید تمیزه. البته نکته جالب اینه که اصلا این اتاق ما نیست. بهمون پایین گفتن که اتاق شما رزرو شده، فردا خالی میشه، فعلا بیاید تو این اتاقی که بزرگه حالشو ببرید تا حالا فردا اتاق اصلیتون رو بدیم. دیگه نمیدونم اتاق اصلیه از این بهتر باشه بدتر باشه، ولی میدونم کوچیک‌تره. یه چیز جالبی که اینجا داره اینه که بالکن داره و این سمت هم به دریا دید داره. حالا نمیدونم دریای روده و تو منطقه فاتح. اینجا هم تا ببینید کلا
منطقه خیلی عادیه دیگه، همونطور که گفتم خیلی هتل خفنی نیست. دلیلش هم اینه که خود بلیت سینما ارزون نیست، گرونه. و من ترجیح دادم به جای اینکه بخوایم توی هتل خفن باشیم به جاش بریم 2 تا فیلم بیشتر ببینیم. من هر بار میام ترکیه سعی میکنم یه جای متفاوت رو انتخاب کنم، یعنی دوبار یه جای تکراری نریم. و یه چیز دیگه هم برام خیلی مهمه، اونم اینه که حتما نزدیک ایستگاه مترو باشیم. این بارم یه جای انتخاب کردم ایستگاه مترو نزدیکمون باشه، ولی الان اومدیم دیدیم آقا چه ایستگاه مترویه، یه دونه کانکشن به بقیه ایستگاه نداره، یعنی 7-8 تا ایستگاه، هیچ جای دیگه هم نمیتونی بری جز اون. و الان فیل شدیم و 45 دقیقه وقت داریم که برسیم به سینما تا فیلمو ببینیم و اگر نرسیم کل روزمون رو از دست دادیم، چون نصف اول روز که رفت هواپیما و نمیدونم انتظار واسه اتوبوس و اینجور چیزا، نصف دومش هم اینجوری از دست میدیم. در نتیجه الان باید بریم ببینیم، احتمالاً باید با اتوبوس بریم دیگه. من تا حالا اتوبوس اینجا سوار نشدم، باید با اتوبوس بریم. اینجوری هم که به نظر میرسه ترافیکه، فقط امیدوارم که سر موقع برسیم دیگه. بریم ببینیم چی میشه. 20 دقیقه است اینجا نشستیم منتظر اتوبوس. خیلی عجیب غریبه، چون باید یه اتوبوس خاصی بیاد، یه عدد خاصیه که میره اون سمت. یه 5 دقیقه دیگه صبر می‌کنیم، اگه نیومد مجبوریم پیاده بریم. باید پیاده بریم. آقا 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم، تصمیم گرفتیم پیاده بریم. از کوچه پس کوچه هم داریم میندازیم بریم که روزمون رو از دست ندیم. امیدوارم فقط بریم. موفق شدیم بالاخره. 6:44 دقیقه. خب اینم گلد کلاس. پرسیده بودید گلد کلاس چیه؟ اینجوری کاناپس لش میکنی، عشق میکنی. یعنی ببین احتمال داره واسه فیلم بگیری بخوابی، انقدر که نرم و گرم و ایناست. بعد پرده سینماش مثل پرده سیلور اسکرینه، یعنی همون سینما عادیه. تقریبا 6 متر ارتفاعشه، 12-13 متر، نه 16 متر هم عرضشه. خیلی تصویرش تفاوتی نداره با سیلور اسکرین. صداش خوبه، عالی نیست به اندازه، ببین صدا و تصویرش به اندازه آیمکس عالی نیست، ولی از سیلور اسکرین بهتره. ولی اندازه اسکرینش اندازه سیلور اسکرینه. مهمترین چیزش این انقدر راحت میشینی لذت میبری. و یه نکته دیگه هم بگم، اکثر کارگردانا و بازیگرا اینه که تو خونهشون سینما خانگی و اینا دارن، اصولا گلد کلاسه چیزی که دارن. و این کلا توضیحات در گلد کلاس. قیمتش هم 180 لیره که تقریبا میشه 350,000 تومان. باز دوباره یه نکته دیگه هم یادم افتاد. حالا اگر اینجا رو نشون بدی کل سالونو، خیلی سالن کوچیک‌تریه و صندلیاش کمتره نسبت به سالن‌های عادی و یه چیزایی مثل پرایوت بودن و شخصی بودن میده. این کلیه این قضیه. فقط اینم بهتون بگم که واقعا اگر الان میشن ایمپاسیبل انقدر فیلم سرگرم کننده ای نبود، من وسط فیلم قطعا خوابیده بودم، چون 24 ساعت نخوابیدم. اینجا هم قشنگ گرم و نرمه، راحت میری، یعنی تمام مشکل کمخوابی و بیخوابی رو میتونی بیا اینجا برطرف کنی. خب بچه فقط یه نکته یادم رفت که اصلا خیلی نکته پشم‌ریزونیه. بلیطامونو هیچ کس چک نکرد، یعنی میتونستی کلتو بندازی بری این تو فیلمو ببینی. یه نفر نه، من گفتم اولش چک نکردم، وسطش میاد، تهش میاد، هیچ کس چک نکرد و همین دارم. بالاخره بعد از 30 ساعت، یعنی باورم نمیشه، بعد از 30 ساعت بالاخره میتونم بخوابم. بعد از یه روز پرفراز و نشیب، یعنی قشنگ دهنمون سرویس شد ولی به هدفمون رسیدیم. هدف این بود که روز اول استفاده کنیم، بریم میشن ایمپاسیبل رو ببینیم که دیدیم. و جالبش اینه که الان من داغونم و فردا هم امتحان دارم و
مترو هم نمیتونیم استفاده کنیم. حالا بعداً توضیح میدم بهتون که این خیلی اینقدر راه رفتیم که ترکیدیم، ولی به هر حال روز اول رو گذروندیم دیگه، بعد نبود. اوکی برم بخوابم. من الان واقعا دوست دارم من برم بخوابم. الان اصلا خواب رو از هر چیز دیگه ای بیشتر دوست دارم. برم بخوابم. من برم بخوابم. خوابیدم. پلن رو بهتون توضیح بدم. امروز خب من امتحان زبان دارم، بعد برم امتحان زبانمو بدم طرفای ساعت 2-3 ظهر. بعد پلن اینه که برگردیم تیپ باربی بزنیم، بریم سینمای پینک، خیلی جالب اسمش پینکه، و فیلم باربی رو ببینیم. دیشب خیلی خسته بودم، چون هم نخوابیده بودم، هم اولین روزمون بود، خسته از پرواز بودیم. میشن ایمپاسیبل رو من یه توضیح خیلی کوتاه بدم، یه ریویو خیلی کوتاه بدون اسپویلر. اگه طرفدار فیلم‌های این میشن ایمپاسیبل هستین، قطعا از این فیلم هم خوشتون میاد. الان این صدا رو میشنوید یا اینجوری دارن چیز میکنن زمینو. ببین یک کلا که فیلم خوبیه و واقعا اگر فیلمی جز میشن ایمپاسیبل دیشب میدیدیم من قطعا خوابم میگرفت به خاطر خستگی. ولی ببین چقدر فیلم سرگرم کننده ای بود و چقدر جذاب بود که من که 30 ساعت نخوابیده بودم هم بیدار موندم تا ببینم فیلمو. درباره خود فیلم بخوام بگم، چند تا کاراکتر جدید معرفی میکنه که سنت بقیه میشن ایمپاسیبل ها، و یه کاراکتر داره به نام گریس که به نظرم خیلی کاراکتر جذابیه. نزدیکترین کاراکتری علاوه شخصیتی که به کاپیتان جک اسپارو دیدم کاراکتر گریسه. از چه لحاظ؟ از این لحاظ که تو نمیدونی شخصیت مثبت شخصیت منفیه، نمیدونی بهش اعتماد کنی اعتماد نکنی. دقیقاً مثل جک اسپارو که همیشه یه جوریه که غیر قابل پیش بینیه. این پتانسیل این کاراکتر داره، خیلی روش کار نمیشه. امیدوارم حالا توی نسخه‌های بعدی بیشتر روی شخصیتش کار شه، روی بک استوریش کار بشه. یه نکته‌ای هم که هست، در واقع نقدی که دارم بهش اینه که خیلی اوور استافته. یعنی چی؟ یعنی فیلم 2 ساعت و 45 دقیقه است تقریبا و درباره مسائل خیلی زیادی حرف میزنه، درباره کاراکترهای خیلی زیادی حرف میزنه و به همین دلیل وقت نمیکنه که رو همه‌شون به اندازه کافی وقت بذاره. حالا این ریویو کوتاه رو داشته باشید، نمیخوام دیگه طولانیش کنم که کلا ویدیو ولاگمون هم خیلی طولانی بشه. بعدن که فیلم واسه دانلود اومد و شما هم دیدین، یه ریویو هم اون موقع منتشر میکنم. اومدم واسه امتحان زبانم ساعت 3. یه ساعت زودتر اومدم که حالا چون من محیطو نمیشناختم دیگه، ایستگاه اتوبوس و فلان اومدم، گفتم ریسک نکنم قبل امتحان آدم استرس نکشه. حالا یه نیم ساعت دیگه باید برم عکسمو بندازن و یه سری کارا انجام میشه که بعد دیگه ساعت 3 امتحان شروع بشه و امتحانه رو بدیم بره که با خیال راحتی بریم فیلم ببینیم. این یه بالی رو دوشمون برداریم. 2 hours later. امتحان همین الان تموم شد، تقریبا طرف ساعت 5:01 است. امتحان خوبی بود. اینجا اسمش بریتیش سایده. تجربه خیلی خوبی بود واسم، بخاطر اینکه خیلی کارکنای مؤدبی داشت، خیلی فضای آرومی بود، کاملا میتونستی فوکوس کنی رو امتحان. اگه کسی رو میشناسید که میخواد بیاد ترکیه پیتی بده، من این بریتیش ساید رو پیشنهاد میکنم حتما بگید، چون ببین ایستگاه اتوبوس داره همینجا دقیقاً جلوی خود مؤسسه. پیاده میشی میای امتحان رو میدی، بعدم هر جا میخواستی میری. بعد کسی که اینجا اثر انگشت اینا هم ثبت میکنه ایرانیه و کلا استرست میریزه دیگه اگرم استرس داشته باشی. صدا هم خیلی خوب بود، کامپیوترها، تجهیزات، همه چیزش اوکی بود و در کل تجربه خوبی بود. اگر کسی رو میشناسید بهش پیشنهاد بدید میتونه بیاد اینجا. من خودم گوگل ریویو ها رو خوندم، همه مثبت بود و واقعا هم تجربه خودم هم به اندازه همون گوگل ریویو ها
مثبته دیگه. بریم که تا یکی دو ساعت دیگه بریم باربی ببینیم، بریم لباس ما عوض کنیم و بریم سمت باربی دیگه. امتحانو دادیم، الان دیگه خیال راحت بریم فیلم ببینیم. شاید باورتون نشه ولی الان روز دومه، عصر روز دومه و این اولین وعده غذایی درست حسابی ماست که می‌خوریم. انقدر درگیر سینما، نمیدونم هتل و برو بیا با مترو می‌خوای استفاده کنی، انقدر درگیر بودیم، امتحان داشتم فلان که این دیگه اولین وعده غذایی که رسیدیم هتل، برگشتیم هتل که لباس عوض کنیم بریم واسه باربی. 1 2 3 بریم باربی. اومدیم بهترین فیلم قرن یعنی باربی رو ببینیم. سینما پینک که تو خود تکسیمه، در واقع تو سینما تو خیابون استقلاله و این سینما چیز خاصی نداره، یعنی نه صندلیاش خیلی خاصه نه پردهش خیلی بزرگه، کاملا سینما عادیه مثل سینماهایی که تو خود ایران هست. پولش هم خوب طبیعتا از همه کمتره، 110 لیره نسبت به 180 لیره. خب میشن ایمپاسیبل خیلی کمتره. باید بریم فیلمو ببینیم، بعدش میتونم بهتون بگم که حالا کیفیت تصویر و صداش چجوری بوده، یا مثلا بزرگ بود کوچیک بود، تمام این چیزا رو که بعد از اینکه فیلمو بریم ببینیم بهتون میگم. این بارم دیگه دیر نرسیدیم، یه نیم ساعت هم زودتر رسیدیم و خلاصه آماده ایم، گفتیم واسه باربی دیگه سر موقع و تایم بریم. یه نکته ای که هر وقت میام ترکیه برام جالبه اینه که اکثرا سینما خالیه، تعدادشون کمه، یعنی تعداد کسایی که توی سینما هستن کمه. دلیلش هم که سینماشون خیلی زیاده، تعداد سینما زیاده، تو هر مشتری تجاری سینما هست، تو خیابون هم اینجوری سینما ریخته و واقعا تعداد کمی میام. مثلا میشن ایمپاسیبل فکر کنم 7 8 نفر بودیم، الان دقت کردم باربی رو 7 8 تا صندلی فقط رزرو شده بود. نمیدونم حس عجیبیه که خیلی فرق داره با چیزی که ما خودمون تو تهران تجربه میکنیم. خب همونطور که میبینید صندلیاشو گفتم خیلی عادیه ولی اینجوری نیست. خدا صندلیایی که تو ایران داره خیلی بهتره، تهویه مهویه‌اش هم واقعا خوبه و کوچیکه. این کوچیک بودن باعث میشه صدا خیلی بهتر باشه، هم تصویر. و همونطور که میبینید طول پرده هم خیلی کمه، عرضش خوبه ولی طولش خیلی کمه، سینما عادیه ولی این کوچیک بودنش احساس میکنم واسه صدا فوق‌العاده باشه. حالا باید فیلم پلیشو ببینیم چه تجربه خواهیم داشت. اصولا وسط یعنی هم ردیف وسط باشه هم از این ور وسط باشه بهترین چیز دیگه. خود نولان هم واسه آیمکس گفته بود وسط، یه خورده به سمت ته واسه آیمکس اینو گفته بود، ولی اصولا همین وسط میگم دیگه. الان ما مثلا دیم قشنگ وسط گرفتیم، اینم 4 5 6. همونطور هم که بهتون گفتم فعلا ما این فعلا کسی نیومده که در واقع فیلم ببینه. حالا ما خود البته زود هم اومدیم دیگه، 5 دقیقه 10 دقیقه زودتر اومدیم ولی لامصب خیلی این تهویه سینماشون انقدر خوبه، آدم مثلا صندلی هم خیلی خوبه آدم باشه میگیره میخوام. خب یه نکته دیگه که الان دقت کردم اینه که چون سینما پینکه همونطور که میبینید وسطش دسته نداره، یعنی 2 نفر است، مثلا واسه زوجا و اینا، نه که فقط واسه زوجا باشه ولی زوجا میتونن بیان اینجا بشینن راحت. و این آرم رستایی هم که میبینید جا دستا رو میذاره دیگه دعوا نمیشه که آرم رست واسه که دیگه که واسه خودش آرم رست داره. و اینم در نظر داشته باشید که از اینجا خیلی سینما عادیه و قیمتش هم از همه جا پایین تره. خب الان که این تصویر رو میبینید احتمال دارید فکر میکنید که فیلم تموم شد و دیگه مردم هم یه سریشون رفتن بیرون و اینا، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اینا تو ترکیه خیلی عجیبه، وسط فیلم 100 دقیقه‌ای هم بریک میدن که مردم میخوان دستشویی میخوان برن. اولش که ما اومده بودیم مثلا فیلم 3 ساعته رو بریک میدادن، میگفتیم اوکی خب حالا منطقیه، ولی کلا رو هر فیلمی بریک میدن اینجوری. بعد یه دفعه هم کات میزنن، مثلا اینجوری نیست که یه جای خوب انتخاب بکنن. خلاصه که اینم تجربه‌ای که طبیعتا ما هیچ وقت تو ایران نداشتیم.
چیزه یه نکته ای فهمیدم، یعنی فهمیدم که یادم افتاد اینجا هم کسی از همون بلیت نگیره، یعنی کله رو کلا اینجا تا الان اینجوری بوده 2 از 3 دور که اینجوریه که بری تو بری تو سینما کسی کار نداره. حالا یه بار یکی تست کنه جوابشو به ما هم بگیم، ما که پول دادیم. Let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Let's plastic. Now I am become death, the destroyer of worlds. خب یه ریویوی داشته باشیم به فیلم باربی، چون احتمالاً ذهنتون اینه که دوست دارید بدونید نظر من چیه درباره فیلم، خوب بوده بد بوده. و این واقعیتشه که فیلمو که دیدم دیشب خیلی دربارش فکر کردم که ببینم چطور میشه بیان کرد قضیه رو، و اینم خیلیتون راحت که اسپویلر نداره چیزی که میخوام بگم. ببین خیلی کوتاه، چون نمیخوام ویدیو هم خیلی طولانی بشه، خیلی کوتاه بخوام بگم با چند تا بولت پوینت. یک، فیلم فلسفی و عمیقی نیست اصلا، یعنی اگر جای خوندید یا جایی دارن اینجوری نشون میدن که خیلی فیلم عمیق و اینا، نه نیست. اما فیلم پیچیده ایه. حالا پیچیده یعنی چی؟ به اینسپشن و اینا فکر نکنی، نه پیچیده اونجوری نیست. نکتهش اینه از تک تک سکانس هاش میشه چندین برداشت کرد. یعنی من مطمئنم حالا فیلم که بیاد خودتونم ببینید، مثال میزنم، مثلا یه گروه یه سکانس رو برمی‌داره میگه آره این سکانس ضد مرده، میخواد مردا رو بکوبه. همون سکانس رو میتونی بگی که آقا اتفاقا داره به مردا حال میده. یعنی میخوام بگم که کلی سکانس داره که میشه هر دو برداشت رو ازش کرد. در اینجا به خاطر میگم به خود فیلم پیچیده‌ایه. 10 دقیقه اول فیلم خیلی خوبه، 10 دقیقه آخرش هم خیلی خوبه، اما وسطش دقیقاً میشه یه فیلم هالیوودی عادی. چیزی که منو خیلی ناراحت کردیم بود که پتانسیل وحشتناکی فیلم داشت که به یه جای بی‌نظیری بره. یعنی شما فکرشو بکنید ما عروسکی داریم که به بحران وجودی رسیده، خیلی مفهوم خفنیه، خیلی میتونست عمیق بشه تو قضیه، ولی متاسفانه تصمیم گرفت به اون مسیر نره و یه خورده سیاست زده میشه فیلم وقتی میره جلو. فیلم تلاششو میکنه به جای اینکه عمیق بشه روی موضوعاتی که بهتون گفتم، موضوعاتی مثل انسانیت، ترجیح میده بره درباره نقش جنسیت‌ها تو جامعه صحبت کنه و صحبتی هم که میکنه خیلی سطحیه. یعنی مثال میزنم براتون، فکرشو بکنید به شما بگن که آقا یه فیلمیه که بعد دیدنش فیلم رو که ببینی مثلا قدر پدر مادرتو میدونی. خب یه اپروچ اینه که تو یه جوری فیلمو بسازی که مردم بعد دیدنش این حس بهشون دست بده که آقا من باید الان زنگ میزنم به بابا، من باید الان زنگ میزنم به مامانم ازش تشکر کنم. یه موقع است نه، یه دیالوگ میذاره تو فیلم که قدر پدر مادر خود را بدانید و دوباره 10 دقیقه بعد باید قدر پدر مادر خود را بدانیم. دو تا اپروچ اینجوریه. خب متاسفانه باربی اپروچ دوم رفته، یعنی میخواد درباره نقش جنسیت‌ها تو جامعه صحبت کنه ولی مدام داره موعظه میکنه و کاراکترها دیالوگ هایی میگن که انگار تو زبونشون گذاشته شده، تو دهنشون گذاشته شده، دارن یکی یه چیز نوشته اینا دارن میگن، حس نمی‌کنی که واقعا خودشون رو احساس کردن و تجربه کردن. فیلمیه که اگه بیاد فوق‌العاده دربارش بحث و جدل راه خواهد افتاد و خیالتون راحت، خود من هم قطعا این ویدیو خیلی طولانی 30 دقیقه 40 دقیقه خواهم ساخت، تک تک سکانس ها بررسی کنیم که واقعا اینجا چه معنی میده و دنبال چی بوده. یه نکته دیگه هم بهتون بگم چون تو شبکه‌های اجتماعی زیاد دیدم، اون چیزی که میگفتم فیلم خیلی ضد مرده واقعا اصلا اینجوری نیست. خب داره یک سری صحنه‌ها ولی اونم باز تحلیل داره. فیلم سعی میکنه اتفاقا حد وسط رو بگیره و اینش خوبه واقعا. در کل اتفاقی که افتاده مخصوصا در باربی، حتی رفیقای من، دوستای من، کسایی که میشناختم که فیلم نمیبینن به من میگفتن آقا این باربی چیه نمه فروخته. در نتیجه این جوی که راه افتاده و این فروشی که داشته این حس رو در شما ایجاد میکنه که الان باید احتمالاً میخواید برید یک فیلمی ببینید که تو زندگیتون ندیدید. نه، چنین توقعی نداشته باشید. واقعا فیلمی نیست که خیلی عجیب و غریب باشه. فقط میگم 10 دقیقه اول 10 دقیقه آخرش این پتانسیل رو داشت که بره سمت فیلم‌هایی مثل هر، مثل فیلم‌هایی مثل ترومن شو، کاملا پتانسیل این داشت که به اون سمت بره.
انقدر عمیق بشه رو قضیه، ولی نشد چون در حال می‌خواسته بفروشه و یه سری المان‌های دیگه هم داشته که سعی کرده به اون سمت نره. خیلی بحث در باربی زیاده، نمیخوام ویدیو طولانی بشه، همینجا نگرش میدارم. فیلم رو که شما هم دیدید یه ویدیو درست میکنیم کلاً با اسپویلر اون موقع درباره قضیه صحبت میکنیم. خب بچه‌ها ظاهر شدیم در حد جام جهانی. هر وقت من می اومدم اینجا کلا ببین استانبول 2 تا آیمکس بیشتر نداره. ما همیشه می اومدیم اینجا ایستینیه پارک، یه مجتمع تجاری خیلی بزرگی همه چی داره، سینما آیمکس هم داشت. بعد شاد و خوشحال و خرم اومدیم دیدیم یارو گفت بسته است و دارن تعمیر میکنن و الان داستان اینه که سرچ کردیم اون 2 تا آیمکس دیگه کجاست. یکیشون خیلی دور عمرن نمیرسیم، یکیشون باز دوره ولی دیگه بالاخره باید بریم دیگه. اصلا کل از ایران اومدیم اینجا که آیمکس اوپنهایمر رو ببینیم. حالا امیدوارم که موفق باشیم برسیم، بعدم نیست یه سینمای آیمکس دیگر هم تجربه کنیم، فقط امیدوارم خوب باشه دیگه، چون اینجا رو ما قبلا تجربه کرده بودیم، سینمای خوبی بود. ولی یه کار درستی که انجام دادیم این بود که بر اساس تجربه روزهای قبلی امروز 9 صبح 10 صبح زدیم بیرون، یعنی اگه دیر می اومدیم عمرن دیگه نمیرسیدیم. الان کلی وقت داریم که حداقل بریم به سانس‌های دیگه سینماها برسیم، هر چقدر دور باشه دیگه بالاخره باید انجامش بدیم دیگه. در نتیجه اینم اگر یه روزی خواستیم بیاین حواستون باشه دیگه، یه ساعتایی بیاین که اگر دیدین بسته است و نداره فیلم و اینجور چیزا رو بتونید به سینماهای دیگه برید، حداقل کارتون را برید. از سمت اروپایی ترکیه داریم میریم سمت آسیایی که اوپنهایمر رو آیمکس ببینیم. البته چک کردیم الان نوشته بود کلش فروش رفته، حالا امیدوارم که واقعا اینجوری نبوده باشه. حالا ما گفتیم بریم اونجا یه سیبیل گرو بذاریم، شاید ما رو راه دادن، فیلم ببینیم چی میشه. بعد از این همه بدبختی بیا بخش آسیایی نمیدونم مترو سوار شو بیارتی نداره فلان، این همه دویدیم اومدیم بیایم اینجا آیمکس اوپنهایمر رو ببینیم. 3 تا سانسش پره، یعنی خیلی خنده دار بود. رفتم به خانم گفتم خب اگه میشه 12.5، گفت فول. اوکی دیگه حالا دیگه 4.5 گفت فول. بعد من گفتم 8.5 خیلی دیر میشه، 3 ساعت هم فیلم بعدی کارش نمیشه. گفتم 8.5 گفت فول. همش پره، نه به قبلی ها که 4-5 نفر بیشتر نبودن توی سینما، نه به این که فوله. دیگه مجبور شدم به این فردا پرواز ماست، مجبور شدم بهش بگم اگه میشه فردا، اصلا فردا میایم اشکال نداره 12.5. بعد بهم نشون داد گفت کجا میخوای بشینی؟ گفت من فکر کردم این آبیا خالی است. گفتم خب اون خب نه پره، 5 تا خالی بود، 5 تا خالی بود من واسه فرداش. یعنی خیلی همه طور میشن دارن میان آیمکس میبینن. احتمالاً به خاطر اینکه من اولین بارم اومدم اینجا، ولی احتمالاً به خاطر اینکه بهترین سینماشونه، سالن‌های آیمکس فوله. حالا ما مجبوریم پلنمون رو عوض کنیم دیگه، می‌خواستیم سوغاتی اینا رو فردا بخریم، الان دوباره باید پاشیم بریم تاکسی و اینجور جا سوغاتی بخریم و فردا قبل از پرواز باید بریم فیلم رو ببینیم و بریم. الان که داشتیم غذا می‌خوردیم به این فکر کردم، یعنی به ذهنم رسید یه دفعه فردا دوشنبه است، یعنی اولین روز هفته‌شونه. بعد سانس ساعت 12:30 ظهر فول پر بود، فقط 5 تا خالی داشت. در این حد استقبال از آیمکس و اوپنهایمر زیاده. من واقعا تا حالا تو ترکیه اینو تجربه نکرده بودم که سینما فول باشه، یعنی برای خودمون هم جذاب خواهد بود که فردا برای اولین بار تجربه کنیم با سینمای فول فیلم دیدن و تو ترکیه. تا حالا این اتفاق نیفتاده بود و نکته خیلی جالبی و اصلا احساس می‌کنم خیلی که اینقدر فروشش بالا.
خب همونطور که بهتون گفتم ما نتونستیم اوپنهایمر رو ببینیم، فول بود. قرار شد فردا ساعت 12:30 بریم که اونم فول بود، 5 تا خالی داشت که ما 3 تاشو گرفتیم. ولی یه نکته الان وجود داره که یه خورده نگران کننده است. ما پروازمون در شبه، بعد باید 6 ساعت قبلش ترانسفر فرودگاهی و اینا تو هتل منتظرمون هم میشه. ساعت‌های طرفای 4 12:30 فیلم اکرام میشه، 3 ساعت هم فیلم میشه 3:30. این که حالا ما بعد از 3:30 باید سریع بدویم برسیم اینجا. دوباره همون میشن ایمپاسیبل روز اول داره تکرار میشه که باید بدویم برسیم ثانیه آخری. حالا امیدوارم که اتفاق بیفته دیگه، اگه نشه چون اوپنهایمر رو خیلی مهم‌تره، خودمون رو کشتیم تا تونستیم رزرو کنیم سالن آیمکسشو، ولی باید ببینیم فردا چی میشه. یعنی این الان تنها نگرانیه که دارم، چون اصلا واقعیت این که درسته ما باربی رو رفتیم دیدیم، میشن ایمپاسیبل هم رفتیم دیدیم، ولی هدف اصلی آیمکس و اوپنهایمر بود که امیدوارم فردا با خیال راحت بریم ببینیم، حال کنیم. و اینم که بهش فکر کردم طبیعتاً بعدش نمیتونم ریویو اوپنهایمر رو چیز کنم، چون سریع باید بدویم بریم فرودگاه. احتمالاً تو فرودگاه درباره اوپنهایمر صحبت میکنیم. خب روز آخره و ما اومدیم اوپنهایمر رو ببینیم. برخلاف روزهای قبلی که لب مرز میرسیدیم، این بار دیگه یه 1-2 ساعت زودتر رسیدیم، خیالمون راحت باشه، چون با بدبختی هم جور کردیم این آیمکس اوپنهایمر رو. بعد نکته جالبی که به ذهنم رسید چون روز آخره اینه، ما روز اول که اومده بودیم تو ویدیو هم قطعا خودتون دیدین دیگه، دیدیم خط متروش اون چیزی نیست که ما فکر می‌کردیم. حالا یه خورده استرس گرفتیم چجوری بریم این بر چجوری بریم اون بر، ولی چند روز که گذشت هم به ایستگاه اتوبوسش مسلط شدیم، هم به الان مثلا همین جایی که اومدیم 4-5 تا خط عوض کردیم، به هم چسبوندیم که قسمت آسیایی به قسمت اروپایی بیایم آسیایی. کلا چیز جالب سفر اینه که چند روز که بمونی هم ترست میریزه، هم عادت می‌کنی. چیزایی که متوجه میشه خیلی جالبه. مثال بزنم براتون، مثلا چه بدونم آب میوه یا آیستی، ما اولین روز انقدرشو گرفتیم در این حد، انقدرشو گرفتیم 50-60 لیر. بعد الان 24 روز گذشته فهمیدیم که انقدرشو میتونستی بگیری 22 لیر. و این چیزاست که طی مرور زمان تو مسافرات متوجه میشی که اصلا باید چی کار بکنی، بری از کجا خرید بکنی، چه اتفاقاتی بیفته. درباره قضیه سینما هم همینه دیگه، مثلا چه سینمایی رو بری، کجا بری، چطوری بری. ما واقعا مثلا خودمون تجربه اینو نداشتیم که بریم کامل رزرو شده باشه سینما. من اگه میدونستم این اتفاق میفته اصلا اینترنتی میگرفتم از ایران. ما هر وقت میرفتیم 10 نفر بیشتر تو سینما نبود. الان در این حدی که آیمکس ما دیگه مجبور شدیم یه صندلی بگیریم که وسط هم نیست. بخاطر اینجوری بود که فقط بده که ما بتونیم بریم فیلم رو ببینیم. همین نکته که می‌خواستم بگم به نظرم جالبه، یعنی اگر خواستیم بیاین مسافرت اینو در نظر داشته باشین که هرچی بیشتر پیش بره هم استرستون کم میشه، هم بیشتر مسلط میشین به قضیه. 3, 2, 1 خب حالا هنوز تو سینما نرفتیم که بهتون نشون بدم سالن آیمکس رو، ولی اینجا خودشون یه چیز گذاشتن، یه نمونه گذاشتن از سویت باکس آیمکس. چیه سویت باکس؟ اول اینجوری بهتون بگم، خود بلیط آیمکس شد 180 لیر، سویت باکس 400 لیره، یعنی بیش از 2 برابر. چرا گرونه؟ اولا که می‌بینی 2 نفر است، بعدم خیلی خیلی راحته، از همه مهمتر بهترین جای سینماست، یعنی بهترین جایی که دید داری به آیمکس دقیقاً جاییه که سویت باکس قرار گرفته. قیمتش خیلی بالاست، من خودم تا حالا ندیده بودم الان، ولی خوبیش اینه اینجا یه نمونه گذاشته بودن که ببینیم چطوریه. به نظرم اونقدر نمیارزه 400 لیر، ولی خب خیلی جالبه این قضیه دیگه. حالا سینما هم که باز شد رفتیم تو سالن، خود سالن هم نشون میدم، بعید میدونم صندلی‌ها خیلی خاص باشه، مهمترین چیزش پرده و سیستم صوتیه. خب بچه‌ها الان اومدیم اوپنهایمر رو ببینیم و یه جورایی ضد حال خوردیم، چون که فهمیدم که میشن ایمپاسیبل و اسکرین ایکسش رو هم داره. حالا اسکرین ایکس چیه؟ پرده اینجوریه، خب خیلی در واقع دراز پرده و 3 بعدیه.
اگه میدونستم اسکرین ایکس اصلا هست تو ترکیه میومدیم همونجا اسکرین ایکس میگرفتیم. متاسفانه دیگه چون نتونستیم بریم داخل و فیلم بگیریم، حالا من از اینترنت عکس میذارم واسهتون که ببینید چه شکلی. درجه اگر اومدین حالا یه روز ترکیه و اینا حتما حواستون باشه که اینجا آکاسیا، اگر درست تلفظ کنم، مشاهده تجاری آکاسیا اینجا هم سالن آیمکس داره هم اسکرین ایکس داره. اینجا به نظر میرسه خیلی خوب باشه. خب بچه‌ها بریم که وارد سالن سینمای آیمکس بشیم. بیا. خب همونطور که میبینید اولین چیزی که توجه جلب میکنه ارتفاع پرده است که 12 متر، یعنی 2 برابر اون چیزی که تو باربی بود. شاید هم بیشتر از 12 متر. خیلی بلند نگاه کن. اینجا پله است که یاد گودزیلا افتادم. هرچی میری بالا پرده میشه. اصلا یه کار عظیم 22 متر عرض، 22 متر عرض، 12 متر ارتفاع. تازه میتونه 2 متر هم بیشتر باشه. همونطور که میبینید خیلی ظرفیتش بالاست ولی صندلیاش کاملا ساده و عادیه. یعنی مهمترین چیزش همین آیمکس بودنشه. فقط آره ما جامون متاسفانه خیلی نزدیکه، وسط هم نیست چون فول پر بود سالن، ولی همینم باز خوبه دیگه. آخرین چیزی بود که میتونستیم بریم داشته باشیم. احتمالا صداش هم فوق العاده باشه. قبلا آیمکس که رفتیم صداش خیلی خوب بود. حالا دیگه اینو تعریفین بهتون میگم چجوری بود، ولی باز یه بار دیگه فردا رو نگاه کنید. اصلا نسبت به اون چیزی که رفتیم باربی دیدیم 2-3 برابر 2 برابر فکر کنم بیشتر باشه. خب ببین صندلیاش گفتم عادیه. خب طبیعتا از گولد کلاس بهتر نیست ولی یه ویژگی داره که وقتی تکیه بدی نگاه کن اینجوری میتونی اینجوری خم بکنی و حالا بعضیا شاید حال بکنم. من که با این پای درازی که دارم خیلی به دردم نمیخوره و الانم خیلی نزدیک به پرده ایم. همونطور که بهتون گفتم احتمالا یه خورده گردنمون درد بگیره. نمیدونم، باید ببینیم آخر فیلم چه اتفاقی میفته. خب بچه‌ها فیلم تموم شد. فقط می‌خواستم بهتون بگم اون سویت باکسایی که بهتون نشون دادم اون بالاست. کل ردیف بالا سویت باکس ها. آهوی منdir gülüşü bendir giden gelmiyor acep nedendir. خب یه رسیدیم به آخر سفر دیگه، داریم میریم سوار میشیم که بریم تهران یه ریویو بکنیم اوپنهایمر رو. شما وقت نداشتیم دویدیم که جا نمونیم از پرواز. توضیح دادم واقعا در اوپنهایمر یه خود سخته. از اون فیلم هاست که بیش از یک بار قطعاً باید ببینید. یعنی حداقل نیم ساعت 45 دقیقه اولش که تازه دارید میفتید تو ریتم فیلم، بخواید که یک دفعه فیلم وسطش شروع میشه و طول میکشه تا بفهمید که داره به چه سمتی داستان میره. ولی بعد 45 دقیقه نیم ساعت کاملا فیلم روند فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه، مخصوصا یه ساعت آخر که من عاشق یه ساعت آخرش شدم. اگر اینسپشن یا مثلا اینترستلار خیلی دوست دارید فکر نکنید که این فیلم نولان هم مثل اوناست. یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌هاشه از این لحاظ که یه درام فوق‌العاده جدیه بدون اکشن. یعنی اکشنش خیلی خیلی کمه، خیلی دیالوگ محوره و بیشتر نماهای داخلی داره تا خارجی. اصلا شبیه چیزایی که از نولان دیدید نیست. پس اگه نولان فنبوی یا فنگرل هستین ضد حال نخورین سر این قضیه. 3 ساعت کلی نمای سیاه و سفید داره، این رو هم در نظر داشته باشید. و مهمترین چیزی که برای من جذابه اینه که فوق‌العاده فیلم پیچیدگی، باز نه به پیچیدگی اینسپشن، پیچیدگی مفهومی. خود کاراکتر اوپنهایمر قبل از این فیلم اگه یکی به من میگفت که بمب اتم درست کرده خیلی آدم بدیه و همین احمقانگی و همین سطحی گونه برخورد کردن بودم و احتمالاً بقیه هم همینن. ولی وقتی فیلم رو میبینیم میبینید چه کاراکتری داشته و سایت های مثبت شخصیتش رو میبینیم، منفی رو میبینیم. اصلا یه سری اتفاقی که ما ازش خبر نداشتیم، یه سری اتفاقات تاریخی
فقط به ما گفتن که اوکی اوپنهایمر بمب درست کرده، بمب اتم، ولی جزئیاتش رو هیچ وقت به ما نگفتن و جزئیاتش انقدر جذابه که تو میگی او چه قسمتی از تاریخ من نمیدونستم، در جریان نبودم. فعلا ترجیح میدم همین باشه ریویو، چون دیگه حالا نمیخوام طولانی شه، شما هم فیلمو ندیدین، ولی مهمترین چیزی که به نظرم وجود داره اینه که اوپنهایمر درباره هیومانیتیه فیلمش و شدیداً درباره حال حاضره، یعنی همین سالی که توش هستیم، همین قرنی که توش هستیم. اینجوری نیست که فقط یک داستان تاریخی یا یک بیوگرافی باشه، کاملا اتفاقاتی که داره توش میفته میشه به دنیای الان خودمون، به زمان خودمون بستش بدیم. یه نکته دیگه هم بگم این بود که چون بهتون گفتم در سالن من صدای سالن انقدر حال نکردم، نه که بگم بد باشه، خب خوب بود، ولی من 2-3 سال پیش رفتم دونو تو دبی دیدم، صداش فوق‌العاده بود، یعنی صدا تو رو احاطه می‌کرد. این اینجوری نبود، یعنی علاوه صدایی به اون خوبی نبود، ولی خب پرده بزرگ. و یه نکته هم که دوباره احتمال داره بپرسید اینه که آقا مگه آیمکس نبود، چرا عینک سه‌بعدی نزده بودید؟ ببینید آیمکس به این معنی نیست که حتما سه‌بعدی باشه، یه موقع از یه فیلمی هم آیمکسه هم سه‌بعدی ساخته شده، ولی یه موقع مثل اوپنهایمر فیلم فقط آیمکسه، نیازی به عینک سه‌بعدی نیست. این چیزایی که فعلا به ذهنم میرسید بهتون بگم. حالا فیلم که اومد دانلود کردین خودتون، خیلی کامل مفصل درباره‌اش صحبت کنم. ببین داغ بخوام به توضیح بدم، یعنی الان چند ساعته که فیلمو دیدم، احساسی که دارم اینه که انگار یه خواب دیدم، یه خواب شیرین، نه اینکه مفهوم فیلم شیرین باشه، ولی حس خوابه. دیدی از خواب بیدار میشی، یه تیکایش یاد میاد، یه تیکایش برات مبهمه و کلا یک حسه. و الان حسی که به اوپنهایمر دارم اینه، داستانه تو ذهنم نیست، بیشتر اتمسفر فیلم تو ذهنمه و نمیدونم، شاید به خاطر موسیقیش باشه، شاید به خاطر استفاده از آیمکس باشه، ولی چنین چیزی الان تو ذهنمه. فیلمیه که خیلی دربارش صحبت خواهد شد، یعنی خودتونم که ببینید خیلی فشرده است، درباره مسائل فوق‌العاده زیاد و متنوعی صحبت میکنه و قطعاً بیش از یه بار نیاز داره دیدنش. همین الان اینجوری بهتون بگم، همین الان اگه میشد میرفتم دوباره میدیدم، چون چندین بار باید ببینی تا بفهمی که قضیه چیه. اتفاقا انقدر سریع و پشت هم میفته که بعضی موقع پروسس کردنش سخته و تو باید 1-2 بار دیگه ببینی تا قشنگ ببینی داستان چیه و اتفاقا چیه. فیلم جذابی بود واقعا، ولی به وقت نیازه که آدم پروسس کنه. از این فیلم هاست، نمیتونم الان بگم خیلی فیلم خوبی بود، عالی بود، بد بود، باید بهش فکر کنم و احتمالا خودتونم که ببینید از اون فیلم هاست که 2-3 روز باید بهش فکر کنید، یه بار دیگه شاید ببینید، بعد بخواید نظرتون رو درباره‌اش اعلام کنید. راستی یه نکته یادم رفت بهتون بگم، جواب امتحان من اومد، چون گفته بودم بهتون میگم جواب چی شد. 2-3 ساعت بعدش اومد، یعنی خیلی سریع جواب دادم، ولی دیگه ما دنبال این بودیم که فیلم اینا رو ببینیم، وقت نشد بگم. نمرم 82 شد، بد نیست، انتظارم یه خورده بالاتر بود، ولی برای اولین بار بود امتحانو میدادم و کلا 2-3 هفته بیشتر نتونستم روش وقت بذارم، اما اوکی دیگه، بالاخره کارمون راه افتاد. اینم گفتم که چون تو ویدیو موقع امتحان گفته بودم جواب بیاد بهتون میگم و همونطور هم که اون موقع بهتون گفته بودم سنتر خوبیه. حالا اگر واسه چون ببین من بعد از که ویدیو رو دیدم فهمیدم که اون پشتم نوشته آیلتس، شاید فکر کردین رفتم آیلتس امتحان بدم، نه، آیلتس رو من تو ایران همون 2-3 سال پیش امتحان دادم، نمره‌ام خوب شده بود، 8 شده بود، ولی منقضی شده، چون همونطور که می‌دونید 2 سال است انقضای هم آیلتس هم PTE. این بار اومدم PTE دادم که گفتم یه امتحان زبان دیگر رو تجربه بکنم. اگر رفیقی، دوستی، آشنایی میخواد بیاد اینجا امتحان PTE بده، سنتر بریتیش سایت به نظرم سنتر خیلی خوبیه. یه نکته دیگه هم که یادم افتاد اینه، در کنار دارک نایت به نظرم یکی از بهترین پایامندی‌ها رو داشت، یعنی اصلا 5 دقیقه آخر فیلم یک معنی خیلی خیلی خفن‌تری میده، هر چی که دیدی تازه میگی اوه برای چی دیدم. ساعت 3 صبح و تور سینمایی ما داره به پایان میرسه. فقط میخواستم 2 تا نکته بگم که تو طول این سفر خیلی به ذهنم رسید. یکی این که امیدوارم روزی برسه که هر فیلمباز ایرانی راحت بتونه فیلمو تو آیمکس ببینه، نیازی نباشه که بخوای
اینم هزینه کنی بری یه کشور دیگه فیلم ببینی، اصلا منطقی نیست. امتحان زبان هم همینطوره. هر چیز دیگه‌ای که مجبور میشی از کشورت بری تا مثلا انجامش بدی، در صورتی که میشه تو کشور انجام داد، یعنی شدنی نیست. حالا چرا انجام نمیشه خدا داند. چون حس بدیه که مثلا این همه فیلمباز حسرت بخورن که چرا من نتونستم فلان فیلمو تو سینما ببینم. نکته دومی هم که خیلی جالب بود که به ذهنم رسید درباره سفر رفتن اینه که باید منعطف باشی، یعنی انعطاف پذیر باشی. بخاطر که دیدید دیگه هر روز یه داستانی پیش میومد، سینما بسته بود، سانسش پر بود. این انعطاف پذیریه واقعا باید تو سفر وجود داشته باشه و باعث میشه که یه تجربه خوب داشته باشید. حالا امیدوارم که با دیدن این ویدیو هم شما حداقل یه تجربه جالب داشته باشید، چون که سعی کردیم همه انواع سینما رو توضیح بدیم و اگه یه روزی هم رفتید به کارتون بیاد این توضیحات. همین دیگه بریم مثل چی بگیریم بخوابیم.